ایلان ماسک در سال 1971 در آفریقای جنوبی به دنیا اومد. از همون بچگی متفاوت بود. ایلان از بچگی عاشق علم و اختراع بود. حتی دوست داشت همه چیز رو باز کنه تا بفهمه چطور کار میکنه. ایلان تو مدرسه خیلی تنها بود. بقیه بچه‌ها زیاد درکش نمی‌کردن. شب‌ها زیر نور چراغ خواب کتاب می‌خوند و رویا می‌دید. وقتی خانواده‌اش براش اولین کامپیوتر رو خریدن، انگار زندگیش تغییر کرد. با اون کامپیوتر یه بازی طراحی کرد که بعداً فروختش. وقتی بزرگتر شد، تصمیم گرفت به کانادا مهاجرت کنه و دنبال رویاهاش بره. تو دانشگاه پنسیلوانیا فیزیک و اقتصاد خونده. با برادرش یه شرکت کوچیک به اسم زیپ راه انداخت. بعد اون رو فروختن و میلیونر شدن. ایلان از پولش برای تأسیس X.com استفاده کرد. بعداً X.com با یه شرکت دیگه ادغام شد و شد همون چیزی که ما امروز به اسم پیپال میشناسیم. پیپال رو فروخت و تبدیل به یکی از میلیونرهای شناخته شده شد. بعدش تصمیم گرفت به رویای بزرگ یعنی تسخیر فضا برسه. اولین آزمایش‌های SpaceX موفق نبودن، اما ایلان تسلیم نشد. بالاخره SpaceX اولین پرتاب موفقش رو انجام داد. بعد از SpaceX به سراغ خودروهای الکتریکی رفت و تسلا رو تأسیس کرد. تسلا رو دوست‌تر اولین خودروی الکتریکی بود که همه را شگفت زده کرد. ایلان برای ساخت باتری‌های بیشتر بزرگترین کارخانه جهان را تأسیس کرد. موشک SpaceX اولین بار به ایستگاه فضایی بین‌المللی رسید. با فالکون هوا یک خودروی تسلا رو به فضا فرستاد. ایلان تصمیم گرفت اینترنت رو به دور افتاده ترین نقاط دنیا برسونه و استارلینک رو معرفی کرد. فایبر تراک با ظاهر عجیبش دنیای خودروها رو متحول کرد. ایلان استارشیپ رو به عنوان کلید سفرهای بین‌سیاره‌ای معرفی کرد. رویای ایلان بردن انسان‌ها به مریخ بود. برای کاهش ترافیک، هایپرلوپ رو آزمایش کرد. ایلان حتی برای اتصال مغز انسان به کامپیوتر نورالینک رو راه اندازی کرد. SpaceX موفق شد موشک‌هایی رو طراحی کنه که دوباره فرود بیاد. ایلان همچنان خستگی ناپذیر کار میکرد بین پروژه‌های مختلفش، اما با این همه کار سعی میکرد برای خانواده‌اش هم وقت بذاره. برای ذخیره انرژی‌های پاک، باتری‌های مگاپک رو معرفی کرد. والکون هوا، سنگین‌ترین موشک جهان، پرتاب‌های موفقیت آمیزی داشت. ایلان همیشه از آینده‌ای بهتر برای بشر صحبت میکنه. کارخانه تسلا توی چین یکی از بزرگترین تولیدکننده‌های خودروهای الکتریکی شد. استارشیپ آماده سفر به مریخ. ایلان ماسک مردی که با رویاهاش دنیا رو تغییر داد.